من اکرام و زلفی اسامم نزاده شهر توشکند. تقدیرهای خدا قطعی منه ناحیه عین دیهای سنگستون شهر کرده اومدگی. ولی اومدگی من اگر فکر کنم تا حاضر باوریم نمی بیاد. وقتی که اینجا اومدم به من تصوراتم تماما دیگه خیلی بود. فکر نمی کردم که ناحیه عین خیلی کوهستان باشد. بهانه همون کسا کرده هر روز بازار میبر اومدگی شدم. بهانه دیدم چند بار بازار بابا خوردیم، گپ زدیم، یک دیگر ما با معقول کردیم، یک دیگر مایه همون دوره با любовь с первого взгляда. نخستین فرزندم تشکن تولد شد. دلخوش نام کردیم. اینجا اومدنی نبودیم. ما این قشلاق براستی اومدنی نبودیم. مکتوب کردم ما این با پدرشون. مکتوب گرفتیم و مکتوب نویسیده بود که برومده بیا که مادرت کسل کرده. 6 ماه عذاب کشیدم. 6 ماه عذاب کشیدم. بعد مسئله زبان با مثل من وطن بیارن شوکر دیگه بسیار این همیش تقدیر نصیب. ازبک‌ها میگن که قز بالا پلخمان تاشه سنگ پلخمان مگن. کجایی که خواتت انا همونجا به وطن همونجا به زندگی